استاد واقعا کمکم کنید، من فردا امتحان دارم و احساس میکنم اصلا تسلط ندارم به دروس، یه جوری استرس دارم. ببین عزیز، از قدیم گفتن کار نشد ندارد، ولی میدونی که حساب دیفرانسیلی درس خیلی مشکلیه. شما نباید اینا رو میذاشتی برای شب آخر، شبی که ورداش امتحان داری. به هر حال من چشم امیدم به شماست. خیلی ممنونم، لطف دارید شما، ولی به هر حال فردا امتحان داری. کار سختیه. ببینم حالا شما تا چقدر با مفاهیم درس آشنا هستی؟ تا حدودی. خیلی خوب، بسیار کم و بیش. بسیار خوب. ما از بخش انتگرال شروع میکنیم. از مبحث عالیه. مشتق گیری. خوبه؟ عالیه. آشنا هستی؟ نه من غایب بودم، قبل مرغون داشتم، اون روز گواهی هم دارم، الان میخوای بیارم دستور بدین. نبودم اصلا، به کل سر کلاس نبودم. نبودی؟ روزها هیچ ایرادی نداره. نه اونو نبودم. هیچ ایرادی نداره. من قول میدم امشب شکلی باید کار کنم که تو فردا حداقل نمرتو بگیری. خواهش میکنم. میتونیم به جایش 2 مجهولی کار بکنیم. نگران نباش، فقط آرامش تو حفظ کن. من ندارم آرامش. من چجوری آرامش داشته باشی؟ معادله یه مجهولی رو هرگز درک نکردم. 2 مجهولی به مراتب باید سخت‌تر باشه. نه اتحاد دوم کار میکنیم. این بخش رو میذاریم کنار، اتحاد دوم رو میخونیم. کدومه؟ دومیه؟ اتحاد دوم همون، یعنی اتحاد رو که بشمونی دومی میشه دوم؟ میخوای اولی رو بخونی؟ اولی رو میخونیم. سنگین نیست الان؟ سنگینه ها. تو اعداد طبیعی میدونی اصلا کدوم هستن؟ کدومان؟ بگو اینم. اعداد طبیعی طبعشون طبیعتا اعداد عددن، طبعا عددن، 100% میدونم عددن. 7-8 تا چند میشه؟ قاطی میکنم. جدول ضرب استرسم همیشه نپرسی بیشتر میکنه، امتحانم دیگه افتضاح بار میارم. 8 تا 6 تا میرزم برم. 10 به علاوه 2 چند میشه؟ من نمیتونم اینجوری باید بنویسم. از چوب کبریت میتونم اجازه دارم استفاده کنم. هر کاری دلت میخواد. گلابی های تو اینو بشمار ببین چند تاست. تو واقعی نیست. باید گلابی واقعی من میتونم، حالا بشمارم اینجوری تصنعی نمیتونم. پنج تا گلابی چند تا میشه؟ نشمردم که، باید بشمارم. گو گلابی. من میتونم برم گلابی، سیب و کبریت واقعی بیارم که بهتر کار کنیم با هم. چون یه پایان تلخ همیشه بهتر از یه تلخی بی پایانه. میتونم؟